سلام بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید و من عبدالله اشرف طی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. امروز 10 اکتبر است و توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. بازگشت قهرمانان نورس تاجیک به وطن، منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان از چمپیونات آسیا 2018 در مالزیا با مدال نقره برگشت. بار دیگر برای شما دوستان عزیز از نوین تمامی بچه‌ها تشکر خود را بیان می‌نمایم. ابی به دوشنبه آمد مدت اینجا میماند، اما کنسرت این سراینده معروف ایرانی در جشن نوروز برگزار می شود. آزمایشگاه زنده یا خود گوسفندهای قربانی، تاجران هروئین چشندگان مواد مخدر کرا میکنند. دهها مخلصان فوتبال و رستم امامعلی رهبر فدراسیون فوتبال و رئیس شهر دوشنبه نوابسته به باران پرشدت به نزد فرودگاه بین‌المللی دوشنبه آمده فوتبال بازان منتخب نورسان تاجیکستان را پیشواز گرفتند. منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در بازی‌های قهرمانی آسیا 2018 در مالزیا جای دوم را صاحب شده، همچنان به قهرمانی جهانی فوتبال در پرو راه خط گرفتند. ادامه موضوع در گزارش همکارانم نرزالله لطیف، امردین اولیموف و شادمانی یتیم. فوتبال بازان نورسی تاجیک را روز 10 اکتبر در فرودگاه دوشنبه مخلصین و رستم امامعلی شهردار دوشنبه پیشواز گرفتند. دسته منتخب نورسان تاجیکستان که بعد پیروزی بر تیم‌های کره شمالی و کره جنوبی از روی سلسله ضربه‌های 11 متری یا پنالتی به فینال برآمد، در بازی نهایی قهرمانی آسیا در مالزیا از تیم ژاپن با حساب 0-1 مغلوب شد و برای اولین بار با مدال‌های نقره سرفراز گشت. دسته منتخب نورسان تاجیکستان با رهبری سرمربی زینالدین رحیموف اینچنین صاحب راهخط به مسابقه قهرمانی جهان میان بازیگران زیر 17 ساله گردید که سال آینده در پرو دایر خواهد شد. من مادری فوتبالباز جوان مهراب جان عظیموف. از این موفقیت فرزندتون شاد شدین؟ به حد خرسند شدیم. و هر وقت غلبه میکردن شما چه احساس فرو میکردین؟ به نهایت خرسند میشدیم. به نهایت خرسند میشدیم. ایده دیگه زیادتر دیده خرسندی نیست. مادر اسلام ظاهرو. اسلام ظاهرو. شهر رفتنش اسلام میخواست که غلبه به دست بیاره. بخش نهایی شادباشی‌ها به افتخار دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان با کنسرت با شکوه امروز 10 اکتبر در ورزشگاه جمهوری مرکزی دوشنبه به انجام می‌رسد. امروز ابی یکی از معروفترین آوازخوان‌های معاصر ایرانی که در سراسر جهان هواداران زیاد دارد به دوشنبه آمد. در یک صحبت ویژه با رادیو آزادی ابی وعده داد که حتما در تجلیل جشن نوروز تاجیکستان هنرنمایی خواهد کرد. البته سؤال به میان میاد که چرا ابی امروز به دوشنبه آمد ولی کنسرت او به این زودی ها دایر نمی شود. پاسخ به این و سؤال‌های دیگری که احتمال در ذهن شما پیدا شد در گزارش همکارانم سروین ناظرهولا و برات یوسفی. табибони тоҷик чанд лаҳза пеш дар маркази миллии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон ҷарроҳии табдили гурдаи маҳшед ҳомидӣ ҳамсари иброҳим ҳомидӣ маъруф бо номи эби ҳунарманди шинохтаи эронии амрикоро анҷом доданд. ҳангоми иҷрои ҷарроҳии пайвандсозӣ худи ҳунарманд эби писараш фаршед ҳомидӣ ва дӯстону наздикон дар бемористон ҳузур доштанд. برای خانومم جراحی دارن اینجا و خیلی خوشحالم که اینجا اتفاق افتاد. به امید خدا فکر میکنم جراحی موفق باشه که انشالله هست. من هر هفته میرم امریکا، دوباره برمیگردم، میام در فکر میکنم 3-4 هفته مهمان شما خواهم بود. эби мегӯяд ҷарроҳии пайвандсозӣ дар тоҷикистонро дӯстони табибаш ба ӯ тавсия доданд ва тими ҷарроҳони муштараки тоҷику эрониро таъриф карданд. تیمی که دارن، تیمی که باشون کار میکنن خیلی راحتن و به نظر میرسه که سالها با هم دیگه کار کردن.
ایشون اینجا رو بیشتر تشخیص دادن. فرشید یگانه پسر ایبی چند لحظه قبل از انتقال مادرش به اتاق جراحی به حضور او رسید و صحبت کوتاهی هم انجام داد. محشید حمیدی 10 روز پیش به تاجیکستان آمد. فرشید و پدرش ایبی چند ساعت قبل از سان فرانسیسکوی آمریکا وارد دوشنبه شدند. مادرم خیلی شجاع است ولی امروز یکم نیاز داشت که ما شجاع باشیم واسش. در حال حاضر یکم نگرانم، به فکرشون هستم. سعی می‌کنم مثبت فکر کنم که با امید خدا به زودی می‌بینمشون دوباره. همسر ایبی نخستین آمریکایی است که در تاجیکستان جراحی پیوندسازی می‌شود. از کشورهای غرب قبلا یک شهروند اسپانیا نیز در این مرکز جراحی پیوندسازی گرده را پشت سر کرد. جراحی پیوندسازی عضو در مقایسه با کشورهای دیگر ارزانتر بوده. سالهای اخیر صفت کاری آنها نیز مورد توجه کارافتاده‌ها از کشورهای دیگر شده است. در دوام سال 2018 قریب زیاده از 25 نفر بیمار را ما از مملکت‌های خارجی پیوند کردیم، از آن جمله از قرقیزستان، از ازبکستان، از آذربایجان، از امریکا هم آمد، از گرجستان، از لیوان، اسرائیل، اساساً 4 نفر کردیم. دونوری همسر ایبی برای انجام جراحی پیوندسازی گرده جوانی از خویشاوندان همسر اوست. ایبی با همسرش 27 سال قبل در آمریکا ازدواج کرد. او میگوید همه ترانه‌های عاشقانه‌اش را در وصف همسرش سروده است و هنوزم عاشقش است و امروز به خاطر او پشت در جراحی در دوشنبه قرار دارد. با اینکه مطمئنم به امید خدا همه چی درست خواهد بود ولی دلشوره دارم، نگرانم. دوستان ارجمند، همین لحظه از مرکز ملی پیوندسازی عضوهای انسانی تاجیکستان به ما خبر دادند که عملیات جراحی همسر ایبی، سراینده معروف ایرانی که 4 ساعت طول کشید، با موفقیت انجام یافت. وضع بیمار معتدل گفته می شود. در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان روز 10 اکتبر سازشنامه میان تاجیکستان و ترکمنستان عاید به اصولهای اندازه‌ستانی هنگام صادرات و واردات مالها بررسی شد. این سازشنامه را نماینده وزارت مالیه تاجیکستان در پارلمان معرفی کرد که از جانب وکیلان پشتیبانی یافته به تصویب رسید. سند مذکور صاحبکاران دو جانب را از اندازبندی دو کرته آزاد می‌کند. مجلس نمایندگان در شرایط این سازشنامه را تصویب کرد که 1 ماه باز ماشین‌های بارکشان سمت تاجیکستان هنگام عبور از قلمرو ترکمنستان به مشکل دچار شدند. ترکمنستان بدون شرح واضح از آخر ماه اوگوست معرکه راهبندان را علیه تاجیکستان به راه ماند. مقام‌های بلندپایه ترکمنستان هم در این اواخر از شرکت در چهاربینی‌های منطقوی در تاجیکستان پرهیز می‌کنند. ده‌ها زنان ختلانی مجبورند طفلان خود را با خود به موضع پختزار برند. کودکان روزهای گرم و تفسان را به جای کودکستان در کنار زمین‌های پخته سپری می‌کنند، زیرا در این ولایت باغچه‌های بچگانه به همه نمی‌رسد. کودکستان‌های ولایت تنها 14,000 کودکان را با تحصیل فرا می‌گیرند و باقی 490,000 کودکان دیگر از آن محرومند. گزارش همکارم آرزوی کریم و طاهری سفر در این باره. کودکان مونده نگاهبین نداریم، خسر خشتمان نداریم. محبت 4 فرزند را به قول خودش توکل به خدا گذاشته پخته چینی آمده است چون که یگانه وسیله دریافت رزق و روزیش است. خواتیر ما که به زنگ تلفن پرسیده میستیم، کودکان میمونه میویم. زنان جماعت گلستان شهری لیوکن در صحرا تا 9 ساعت زحمت میکشند و گاهی فرزندان را با خود به کشتزارهای پخته میبرند. اینو برای میخوایم که در این جماعت باشم، مخصوص هدیکای نغز زمانوی نسبت سالهای پیش بود، تربیه نغز میدیدن، مربیای خوشرو نگاه خوراک. در ختلان زیاده از 5 میلیون کودک است و 97% آنها از معلومات تا مکتبی محرومند. در خانه به پرستار ماندن کودکان گاهی با فاجعه می انجامد. شلاق یک کودک وقتی اوچش پخته میره و سپیرال ماندگی سویتو نیست، این مدل برق نیست که کودک نمیفهمه سپیرال میکشه بازی میکنه که همه اولاد سویت میاد جوشت مردک بچه خشروچه. والدین هم به خاطر امنیت و آینده فرزندان آنها را به شهر یا مرکزهای ناحیه میبرند.
پلاکی هست شهر لیوکنده آدمای مثال کارگر خوندگی ها میبرن کلخوزچی پول نداره. در لیوکند 3 مؤسسه تا مکتبی وجود دارد که امکان فرا گرفتن فقط 418 کودک را دارند. نه همه وقت کودکانی که از دهه آورده می شوند اینجا جای می یابند. خیلی همه اینا رو قبول کرده نمیتونیم. موافقی شرایط بخچه همون قدر میتونیم قبول کرده. در خراسان 112,000 نفر زندگی می کنند ولی 4 مؤسسه تا مکتبی برای 475 کودک دارد. در ناحیه برای رفع کمبود کودکستان ها در نزد 30 مکتب مؤسسه های تا مکتبی تأسیس دادند که حالا 610 کودک را فرا می گیرد. طلبات بنیاد زیاد است لیکن ما جایی رای نداریم. در ختلان 1570 دهه است که به 155 جماعت تقسیم شدند. تا 30 سال پیش در هر جماعت یک کودکستان بود. بنای این کودکستان ها به ساکنان فروخته شدند که آنها را ولنگار کردند و محصولاتش را یا فروختند یا به مغازه و خانه استقامتی تبدیل دادند. حالا مقامات میخواهند بناهای موجود را دیگر باره به کودکستان تبدیل دهند و به همین وسیله کمبودی مؤسسه‌های تا مکتبی را برطرف سازند. همین از صدیقی هم بخچه کودکونه بکنن که چی شیم؟ دیلمون تینجا خاطر جمع شیم کار کنیم. آزمایشگاه‌های زنده در خدمت تاجران هروئین. یک پژوهش مسئولان مقامات حفظ حقوق در تاجیکستان به این نتیجه رسیده است که هر گروهی متشکل قاچاق مواد مخدر از 3 تا 4 جوان چشنده مواد مخدر را در اختیار دارند. وظیفه آزمایشگران زنده که هر بسته مواد مخدر را میچشند سنجش صفت گفته می شود. ادامه موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم. مافیای مواد مخدر در تاجیکستان گروه از جوانان را به آزمایشگاه زنده تبدیل می دهند که طعم هروئین، افیون و یا دیگر انواع مواد مخدر را میچشند و به صاحبان بار میگویند که برای فروش خوب است یا نه. درباره این جوانان که آنها را چشندگان مواد مخدر نامیدند، کارمندان وزارت امور داخله و اکادمیای علوم تاجیکستان تحقیق انجام دادند. تعداد این گونه جوانان نشأمند که در خدمت گروه‌های قاچاقبر در تاجیکستان هستند معلوم نیست، ولی به نوشته مؤلفان پژوهش هر گروه قاچاقبر یک حلقه از 3 تا 5 نفری چشنده مواد را دارند. گروه جوانان را که به این کار مشغول می شوند اول با وعده به دست آوردن ثروت زیاد در مدت کوتاه به استعمال مواد مخدر جلب می کردند. بعد از آن که افراد معتاد سخت شدند به غلام تبدیل می شوند. به قول مؤلفان گروه چشندگان مواد بدبختترین گروه نشأمندان هستند، زیرا خطر زهرآلود شدن و هلاکت آنها نظر به نشأمندان عادی بسیار زیاد است. با گفته مؤلفان پژوهش، چشندگان مواد مخدر در زنجیره فروش غیرقانونی مواد مخدر و پنهان شدن آن در بین اهالی یک حلقه مهم به حساب می روند و باید برای مبارزه با چنین جنایت ها تدبیرهای سخت اندیشیده شود. از آغاز سال نو تحصیل مهاجران زیادی از حامیان حقوق روسیه کمک خواستند که در آسان شدن امکان تحصیل فرزندانشان در مکتب‌های میانه این کشور مساعدت کنند. اکبر رسولوف خواننده صنف 7 در شهر ایرکوتسک روسیه یکی از چنین کودکان است. او از جمله خوانندگان اعلاخوان و فعال صنف و مایه افتخار پدر و مادر می باشد. اکبر در مکتب میانه ایرکوتسک از صنف 1 تحصیل می کند. زمانی که پدر او تصمیم گرفت 2 فرزندش را همراه به روسیه بیارد، مثل بسیار مهاجران دیگر تاجیک امیدوار بود که زحمت‌های سنگین او در روسیه برای هموار کردن آینده فرزندانش در این کشور راه آنها را هموار به مشکل می کند و گرفتن معلومات گروی زندگی خوب و شایسته آنها می شود. بیننده ارجمند، این چند مطلبی بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم. تشکر که ما را همراهی میکنید. مطلب های ما در صحیفه های اجتماعی، صحیفه ویژه ما دسترس است. تا برنامه بعدی، خدا حافظی هر یکی شما.